وقتی از حضرت سوال شد لما سمیت زهرا، زهرا چرا مادرتون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به لقب و اسم زهرا نامگذاری شدند و ملقب شدند، امام باقر علیه السلام فرمودند که این کلمه زهرا به معنای درخشندگی، نورافشانی، روشنگری و علت این نامگذاری اینه که خدای متعال مادرمون حضرت زهرا رو از نور عظمت و بزرگی خود خلق کرده و آفریده. وقتی که این نور عظمت الهی در وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها